وقتی که خب شهروندان بعضی از شهروندان مسئولیت حس نمیکنن این به حالت اپیدمیولوژی شهر چه خیلی تاثیر گذاشتنش ممکن وقتی که ما هم تو وارد بازار میشیم میبینیم که اونها نقاب رو از کسایشان گرفته بعد میپوشن. بعد همین که توی سر شد گفتن انا با سر شد اکو همه به سر سامونه در این مشروطه ها فاصله مثلا همین معیارها رعایت میشود رعایت نمیشود. اگر رعایت نکنن البته این تاثیر منفی میرساند. جوانان با خوبی این رو قبول میکنند فقط تنها در همون موردی که ما با زبان خودمون گوییم. زبان شما چه زبان است که آنها تنها شما رو میفهمند؟ باید معیارهای ما رعایت کنند اما برای شهروندان پورا فهمانده دارن مدکر تا اون دمی که بیماری با این کمتر کم شود.